سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به برنامه رومخ. امیدوارم تا اینجای سال حداقل زنده مونده باشید. خیلی خوش اومدید به این برنامه خیلی سریع بگم قراره که یه گفتگو داشته باشیم با مهمان عزیزمون به افتخارش آقای بختیاری عزیز. اومدیم که بحث و گفتگو بکنیم راجع به اثرات رسانه اجتماعی روی جامعه. خوش آمد میگم به شما آقای بختیاری. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. خیلی یهویی و رومخی بریم سراغ سوالات. بله. به نظر شما آقای بختیاری باید ما رسانه ها رو دنبال بکنیم یا نه؟ نظر شما چیه؟ به نظرم بستگی به رسانه داره، یعنی باید انتخاب درست کنیم. اگر من با این دوربین صحبت کنم، بله. اگر انتخابمون درست باشه خب چرا که نه دنبال کنیم. یعنی به نظرم هر رسانه‌ای رو نباید دنبال کرد. آخه ما شب میخوابیم صبح بلند میشیم میبینیم یه عده رسانه یه حجمه درست کردن، یه سری اخبار رو میریزن و مردم این استرس ها رو دارن و یه سری اخبار ناخودآگاه منفی وارد اذهان عمومی میشه. درست دیگه. رسانه هر چیزی خوبی داره بدی هم داره. رسانه هم به دنبال همه مسائلی که در عالم هستی هست، خوبی داره بدی هم داره و به نظرم بازم به خود ما بستگی داره. این ما نمیتونیم بگیم مطلقاً رسانه بده. خب شما خودتون حالا یه رسانه هستین دیگه. دقیقاً. خب خیلی خوبی ها دارین، رو مخ هم هستین. دقیقاً بله. خیلی متشکرم که مهمان برنامه‌مون توی نطفه ما رو خفه کرد و واقعاً برنامه رو زیر سوال برد. آقا سوال بعدی سریع، به نظرتون رسانه میتونه باورهای یک جامعه رو به چالش بکشه؟ قطعاً میتونه. خب ما دیدیم دیگه، هممون طی عمرمون دیدیم، خصوصاً الان که رسانه ها خیلی قوی تر شدن، زیادتر شدن، در فضای مجازی خیلی قدرتمند ظاهر میشن، به واسطه قدرتشون حتما میتونن تأثیر بذارن. همینطوری که بازم میگم رسانه شما تأثیر گذاشته. خیلی متشکرم. امیدواریم که تأثیر خوب و درستی بذاره. شما من دایرکت‌ها رو که نگاه میکنم فوش هم البته میدن بهتون. ببینید این نمک کاره آقای بختیاری، یعنی فوش نباشه کار را نمیفته. نه این نشان از تاثیرگذاری، نشان از تاثیرگذاریه به نظرم. یعنی قدرت رسانه یعنی این، شما اگر فوش نداشته باشی اونجا یه کار شما میلنگه. خیلی پرقدرت. بریم سوال سوم که راجع به قدرته. به نظر شما ما باید قدرت رسانه رو دست کم بگیریم آیا نگیریم؟ نه یا نگیریم؟ من راحت بگم خیلی میخوام راحت به نظرم با خب آره یه بار دیگه سوالت بپرس. خیلی متشکرم. واقعا برنامه خیلی خوب داره پیش میره و واقعا ما با هم عذاب هماهنگ کردیم. خیلی چفت و جوری. میخواستم وقت بگیرم برای خودم که بیشتر به سوالت فکر کنم. متوجه شدم. گفتم که خیلی کات نمیشه بدیم بس. اصلا کات نداریم. یه ریز میریم بدون هیچ شک و شبهه‌ای که سوال ما اینه که به نظر شما ما باید قدرت رسانه رو دست کم بگیریم یا نگیریم؟ خب بذار راحت بگم دیگه. یه جمله میگم. به نظر من آدم هایی که قدرت رسانه رو دست کم میگیرن احمقن. آدم هایی که قدرت رسانه رو دست کم میگیرن احمقن. بله، چون واقعا ما داریم میبینیم دیگه سرعت و قدرت رسانه رو توی تمام زمینه ها و تمامی بحث ها میبینیم که به سرعت داره رو به جلو پیش میره و گاهی منفی و گاهی هم مثبته. به نظر شما جان امشب سوال بارون آقا پول گرفتی بیا اینجا سوال بپرسیم ازت دیگه. این بریایی که ما گذاشتیم تو جیبت واسه چی بوده؟ اگه اجازه بدین بعداً من شفاف سازی میکنم. شفاف سازی خیلی داریم مزاحم میشه های وقتی. من عذرخواهی میکنم واقعا. به نظر شما رسانه ها میتونن روی سیاست گذاری ها تاثیر داشته باشن یا خیر؟ رسانه ها میتونن قطعاً. الان ما داریم میبینیم که در سیاست گذاری های کلان کشور، منطقه و حتی جهان رسانه ها دارن تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر روز میذارن. دقیقاً. خب دیگه همینقدر کوتاه نگفته بودین بهشون انقدر کوتاه هم نگن دوستان؟ رسانه ها میتونن باعث جنگ بین کشور باشن یا خیر؟ اونم بله متاسفانه، اونم باز ما شاهدش هستیم و بودیم که میبینیم جهت‌دهی رسانه ها به یک سری اتفاقات باعث میشه که بین کشورها جنگ اتفاق بیفته. اون برمیگرده به قدرت رسانه ها. آفرین. میتونم مثال بزنم ولی خب سلام ببینم که تو من هم سلام من ملت رو و
همه صلاح میدونیم که مثال نزنیم، چه کاریا مثال نمیزنیم. اما کاش رسانه ها به جایی که باعث جنگ بشن باعث صلح بشن، چون به نظرم میتونن. به جایی که بذر جنگ بکارن، بذر صلح و مهر و محبت و مثل شبکه اینترنتی جوان که همش محبت است. قربونتون برم که تا اینجای برنامه واقعا همراه ما بودید. واقعا ماچ به سوال بعدی که من از شما دارم اینه که رسانه‌ها میتونن تأثیر مستقیم روی فرهنگ یک جامعه و جوامع مختلف بذارن؟ علی آقا این سوالت هم جواب میدم، ولی سوال بعدی دیگه یکی میام تو گوشت دیگه بسته نیست. من در خدمتتون هستم، پذیرای تمامی کشیده‌های شما هستیم. بفرمایید. شوخی میکنم. مرسی از اینکه اینقدر فعال و اکتیو هستین. قربون شما برم. سوالت یه بار دیگه میشه بپرس. خیلی ما هماهنگیم، از قبل واقعا همه پلن‌ها رو چیدیم. رسانه ها آیا میتونن تأثیر مستقیم روی یک فرهنگ جامعه یا جوامع مختلف بذارن؟ علی ببین سوالاتت به نظرم تقریبا شبیهه، یعنی یه جورایی شبیه نیست، مکمل هم دیگه. دقیقاً. ادامه ده. همه اینا برمیگرده به قدرت رسانه‌ای که الان بسیار قدرتمنده. حالا لول بندی داره ها، ولی خب رسانه در معنی اولیه خودش قدرتمنده و میتونه تأثیرات بسیار زیادی در فرهنگ همه جوامع، نه فقط جامعه ایرانی، در همه جوامع میتونه فرهنگ سازی کنه. ضمن اینکه کرده، یعنی این اتفاق هم افتاده و ما زیاد میبینیم و اتفاقا خیلی جاها هم درست فرهنگ سازی کرده، خوب فرهنگ سازی کرده و دستشون درد نکنه و دمشون هم گرم. اما خب لابله‌هاش بدیایی هم داره، همونطوری که اول بحث گفتم که انشالله اصلاح بشه با حضور جوانهای اکتیو فهمیده با شعوری مثل آقا علی. کدوم دوربین؟ من دوربینم گم کردم. شما دوربین کامرا یک هستید. اوکی ببخشید. خواهش میکنم. بچه‌های انشالله با حضور شماها انشالله این اتفاقات خوب رقم بخوره و عالی فرهنگ سازی کنید. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. نه ترسام، میتونی بازم سوال بپرسی اگه سوال. شما چه راههایی رو پیشنهاد میدید یا فکر میکنید که میتونه تاثیرگذار باشه که ما از رسانه استفاده درست رو بکنیم و بتونیم به در واقع راههای خیلی خوب و مثبتی اون رو سوق بدیم؟ سوالت سخته از باب اینکه کوتاه نمیشه بهش جواب داد و اجازه بده توی برنامه دیگه راجبش صحبت کنیم اگه بازم دعوتم کنی. البته چرا که نه، واسه افتخار بزرگواری شما، ما خیلی مخلصیم. حال کردم باهات. قربون شما. سلامت هم دوست داشتم، دکورش و نورش و ترکیباتش و ایده‌اش. هزینه کردیم آقای بختیاری. خیلی سالها ما واقعا این برنامه 2 سال از قبل واقعا خیلی متشکرم که تشریف آوردید. چند میگیری یه بار دیگه ما رو دعوت کنی؟ شما چند میگیری؟ شما اون پاکتی که گذاشتیم ما اونجا اونم هزینه کردیم در واقع. دست شما دارم. خیلی ممنونم که تشریف آوردید، باعث افتخار بود. انشالله که یه لحظه ما خداحافظیمون رو بکنیم. خیلی از شما مردم عزیز متشکرم که پا به پای ما واقعا این برنامه رو همراه کردید و تا آخر تماشا کردید. دست مریضا به شما، قربون چشاتون برم و خیلی مخلصیم. تا برنامه بعد یه نکته من یادم رفت بگم که شما برای ما بنویسید که دوست دارید برنامه‌های بعدی راجع به چه موضوعاتی بحث بشه. خیلی مخلصیم، چاکریم. خدا نگهدار. خداحافظی نکردم. چقدر زشت، خیلی زشت واقعا. کدوم کامرا منو میگیره؟ واقعا مهمون برنامه. اگر که حسن ختامی هست ببخشید، من تا حالا طبق معمول همیشه ما یه جمله دارم تو شبکه جوان میگم که دوستتون داریم، عاشقتونیم و فقط به عشق شما اینجا هستیم. پاینده باشید و پایدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مرسی. عالی بود.